نسل طلایی بلژیک یه ستاره طلایی هم داره. بازیکنی که وقتی فقط یه سال از قراردادش مونده رئال 100 میلیون براش بده و مدعی توپ طلا باشه. هازارد تو 19 سالگی 2 سال پیاپی بهترین بازیکن جوان فرانسه شد. بعدش لیلو بعد از 60 سال قهرمان فرانسه کرد تا تبدیل به بهترین بازیکن لیگ بشه. Then Hazard, he went hard on his own and scored. تو انگلیس چلسی کورس سختی رو برای خریدنش از منچستر برد و تا قهرمانی لیگ برتر نشون داد ارزشش رو داشته. Wriggles away from Keita. Oh, it's absolutely brilliant from Eden Hazard! What a player he is! او یه بار بهترین بازیکن جزیره شد و آخرین فصل حضورش تو چلسی هم بهترین گلساز لیگ بود. بهترین بازیکن